خب درود دوستان، من بیگ ممتی هستم. اینجا گارونده و خیلی خوش اومدید به قسمت سوم کیشینی. قبل از شروع هر چیزی باید بگم که بیشتر شمایی که ویدیوهای من رو نگاه میکنید من رو دنبال نمیکنید و سابسکرایبر من نیستید. پس لطفا اگر دارید این ویدیو رو نگاه میکنید منو سابسکرایب بکنید. و گفتم هم توی دوره های قبلی توی قسمت های قبلی و دوره های دیگه که به محض 50 تایی شدن من یه دوره ای رو که توی کامنت ها شما معرفی کردید رو آغاز میکنم. حالا چجوری انتخاب میکنیم؟ از بین اون دوره ها اونایی که من بلدم آموزششون بدم رو میبرم داخل کانال تلگرام و بینشون نظرسنجی میکنم و اون که بیشترین نمره رو آورده باشه اون دوره رو آغاز میکنیم. این دوره ها میتونن شامل یک زبون بشن شامل یه فریم ورک بشن، یاد گرفتن کتابخونه بشن. مهم نیست پیش نیازاشو گذروندیم یا نه، من اون دوره رو شروع میکنم. اگه بلد باشم ممکنه یه پروژه وب باشه، چه فرانت چه بک، با هر ابزاری که بلد باشم. مثلا من ویو و ریاکت رو تا حدودی داخل ویو رو خیلی، ولی ریاکت رو خیلی کمتر داخل فرانت بلدم. همچنین مثلا جیکوئری و آلپاین رو به عنوان لایبرری داخل فرانت بلدم. داخل بک هم خب PHP بلدم، حالا یه PHP خام، کودیگنایتر، سمفونی، اینا کتابخونه های MVC هستن، یا حتی لاراول. یه پروژه مثلا چه میدونم API فروشگاه، چه میدونم فول استک میخوایم برامون هتل داری مثلا، یا یه مبحث خاصی مثلا جستجوها. البته خب بعضی از این مباحث داخل چیزا هست. الگوریتمشو توضیح بده تو فلان زبان پیاده سازی کن، یا یه هوش مصنوعی پیاده سازی بکنیم. هر کدوم از اینا رو داخل کامنت ها بنویسید. من اگر بلد باشم مینویسم بلدم و وارد نظرسنجی میشه و تو بین نظرسنجی تو کانال تلگرام که لینکش رو همین الان دارید تو بیو اینجا میبینید، اونجا نظرسنجی میکنم. پس لطفا اگر موضوعی هست که شنیدید و راجبش هیچ اطلاعاتی ندارید و حس میکنید من میتونم بهتون آموزشش بدم، رو تو کامنت هر ویدیویی که میخواید بنویسید، بگی فلان چیز رو مثلا آموزش بده، فلان پروژه رو انجام بده. من اون پروژه رو انجام میدم و خب اصولا لینکش رو داخل گیت هاب میذارم اگر پروژه باشه، اگر آموزش باشم که خب دارید میبینید که من چی کار میکنم. تا اینجا بسته. این برای 50 تایی شدنمونه. همچنین اگر دوره رو ندیدید همین الان لینکش این بالا میاد، برید و کلیک بکنید و اون دو قسمت دیگه که خیلی مورد توجه بوده اون دو قسمت رو تماشا بکنید و لذت کافی رو ببرید. خب ما توی قسمت قبلی یه سری گنگکاری ها کردیم که من اصلا یادم نمیاد و این دلیل که دارم براتون روز به روز ضبط میکنم اینه که به روز باشم بدونم 50 تایی شدیم یا نه. خیلی دلم میخواست زودتر 50 تایی بشیم. من یه هدف بلند مدت تر براتون بذارم و راحت تر باشم خودم. مثلا اگر 50 تایی شدیم برای 150 تایی مثلا یه چیزی میذاریم، یه خورده بلندتر میکنیم هدفمونو که من توی بعضی از دوره ها راحت باشم، پیش بتونم دوره رو پیش ببرم و دردسر نشه برام. من اینو ران بکنم npm run dev. زودتر سابسکرایب بکنید، کامنت هم برید بذارید، زیادم کامنت بذارید، یکی دوتا نذارید، 5 6 تا 10 تا دونه کامنت بذارید. خب این شد مبحثمون الان اینجا. خب
ما بریم تو فایل CSSش، اینجا که اومدیم به اینا آتاشقال دادیم. من با بادی دیگه کاری ندارم، بادی هر چقدر میتونه باشه و کانتینرمون هم که اوکیه، اصلا مشکلی نداره. من کاری که انجام میدم الان اگه نگاه بکنیم، من باید به این آقای اسایدمون توی ایندکس به این اساید یک آیدی اساید بدم، آیدی اساید، و توی اینجا بیام بگم که آقا من یه فاصله اینجا بذارم، ادسا چی ببخشید پوند اساید برابر هیتش با 100 VH. الان اگه این کارو بکنیم اساید به اندازه 100 VH بلند میشه. خب حالا مین چرا انقدر بلند شد؟ چون من توی مین خورده یک سری کارهای ناجور کردم. خب به من بگوینم والدشون چقدیه. الان این اسایده، والد این اساید آقای کانتینره. آقای کانتینر هم دقیقاً کل صفحه است دیگه. الان آقای کانتینر چون کانتنته کل صفحه است. گرچه بهتر بود من این کارو نمی کردم. حالا میگم چرا. چون الان مثلا اگر ما بیایم اینو کوچیک بکنیم، کوتاه منظورمه نه کوچیک اینجوری، اینم باهاش کوتاه میشه. میبینی اینجا اسکرول نمیخوره و اون آیکونایی که این تو هستن باید بر اساس طول صفحه و عرض صفحه سر تغییراتی انجام بدن. 500 پیکسل هم براش خیلی زیاده. من اینو میکنم 400 پیکسل. بیا اینجا ببینم الان خورده بهتر شد. حالا در مورد مین چی باید بگیم؟ من مینو آیدی دادم. آره حالا من اینجا باید بیام بگم آیدی مین هیتش یه تابع است به اسم کلک. اگر تابع کلک رو بلد نیستید، لینک قسمت بدم نیست چندم گفتیمش، این قسمت قبلی گفتیمش، اینجا لینک قسمت 18 دوره HTML CSS میاد، برید ببینید تابع کلک چی کار میکنه. 100 VH منهای 100 پیکسل. الان اگر بریم شما میبینید که این اینجوریه و دقیقاً 100 VH نیست، یه خورده کمتره. اگر من هرچی اینو کمتر بکنم، خب این مین به اندازه کوچیک میشه که نو جز. البته نو 100 پیکسل دارش خیلی زیاده. من اسم میکنم میتونه مثلا 70 پیکسل هم باشه. عددهم خیلی بزرگن، نم چرا کمتر از اینا میگیرم. مثلا من 60 پیکسل میگیرم نو رو و اینجا هم میام نو رو کوچیک میکنم 60 پیکسل. حتی میتونم مثل کارهای دیگه هم انجام بدم، فعلا با اون کاری ندارم. 60 پیکسل معقول تره، منطقی تره. خب حالا داخل نو من یه دونه کانتینر دیگه میخوام، نه این کانتینر، این آیدی کانتینره. داخل نو من یه دونه اینجا داخل این من یه دایو میخوام. من این رو بکشم بیرون، کنترل ایکس بگیرم، یه دایو به من بده. میتونیم فقط با آیدی کار کنیم، میتونیم با کلاس هم کار کنیم. به نظر من فعلا فقط با آیدی کار بکنیم. آیدیش بشه نو کانتینر. اوکی، داخلش هم همین نو نوشته شده باشه. خب الان هیچ فرقی نکرد در واقع. بریم داخل اینجا.
خب حالا دیگه میتونم من عدد مدد بدم و ببین از قدرت تیلوین اینجا استفاده بکن. اولا اینکه من کلاس نو کانتینر رو برقرار میکنم اینجا و از اپلای فکر کنم باید استفاده بکنیم. اوکی آره آخرش اینو نه از اینا میذارم و اینجا اول چیزی که میگم اینه که بیا بک‌گراندش رو فعلا بکنش براون که دیده شه. بیجی براون نداره واسه براون چجوری نمیشته میشه؟ نه براون نداره. چه رنگایی داریم؟ میخوام قهوه‌ای طور باشه. اورنج خیلی گاد داریم میتونیم از این استفاده بکنیم. تقریبا همون قدر. خب اینجا داخل نف اولین چیزی که من باید بگم اینه که یه پدینگ ادساین اپلای یه پدینگ ایکس 4 بهش بده یه پدینگ ایگرگ 2 قرار میگیره وسط. خب از طرفی اینو بکنیمش فلکس. البته میتونم گرید هم بکنیمش گرید بعد بیایم گرید کانتنت داره از اینا. نه من به نظرم همون فلکسش بکنیمش فلکس و بعد بیایم بکنیمش فلکس کل. بیایم جاستیفایش رو استرج بکنیم الاینش رو سنتر آیتمزش رو سنتر. ببینم نتیجه رو. نه برعکس باید میگفتم فکر کنم اینو باید نه درست گفتم. بیا به این دست نزنیم ببین چیزی میشه. بازم نشد. اگه برعکس بهش بگم همون فلکس راو بمونه بعد بیام نه باید همون کارو بکنم. درسته فلکس کل بیا آیتمزش رو استرج بکن اینو استرج کن ببینم چجوری میشه. آها اوکی حالا جاستیفایش رو باید سنتر کنم. الان اوکی شد. یه کمی به این پدینگ بدیم که فکر کنم بزرگتر بشه. میشه بزرگتر بشی. این فیت کان اچش رو فول کن. الان خوب شد. بعد بیا روندد بهش بده. روندد فول بهش بده. چجوری میشه روندد فول؟ خوب شد. بعد بیا فلکسش کن آیتمزش رو سنتر قرار بده و یه پدینگ ایکس هم بهش بده. یه پد ایکس 2 هم بهش بده. به نظر الان خوبه. این میشه بخش بالایی ما. من باید رنگ پس زمینه نویگیشن رو وردارم تا شما بتونید قشنگ اون چیزی که باید و شاید رو ببینید. حالا اینجا الان یه سری اتفاقاتی میتونه بیفته که خوب باشه بد باشه زیاد مهم نیست، ولی الان این یه نویگیشن عالیه.
و همینجا هم جلسه رو به پایان برسونیم، نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. این جلسه رفتیم سراغ ساختارسازی برای صفمون و همچنین نویگیشنمون رو طراحی کردیم. من دوست دارم نویگیشن هم اینجوری باشه، زیاد نمیخوام متعهد به طرح اصلی بمونم. به نظرم نویگیشنمون این مدلی خوشگله، خوبه، به درد میخوره. البته باید کاری انجام بدیم، باید دایرکشن سفر رو عوض بکنیم که تو قسمت بعدی اول من باید این کار رو انجام بدم. هر دفعه یادم میره، چون ما تو زبان فارسی داریم کار میکنیم و این قراره برای صفحات فارسی به کار بره. البته باید برای دو طرفش کار انجام بدیم. پس فعلا بیخیال، بذاریم کامل بشه. قسمت آخر رو میذارم LTRRTLش رو درست بکنیم، چون مثلا برای خارجی ها سایت باید تو این طرف قرار بگیره، برای ما ایرانی ها تو این طرف باشه راحت ترین. پس فعلا با این موضوع کاری نداریم. بازم میگم لطفا سابسکرایب بکنید. 50 تایی بشیم دوره جدید شروع میکنیم. احتمالا به محض اینکه 50 تایی بشیم من فقط دوره رو شروع میکنم و کار دیگه ای نمی کنم و بقیه، حالا نه دقیقا به محض 50 تایی شدنمون، ولی به محض اینکه کارا راستوریس بشه و 50 تایی بشیم من اون دوره رو یه جا شروع بکنم. پس لطفا حتما بهم بگید یه آیدیایی داشته باشم که باید چه کار بکنم. مثل سوشال رندش بزنیم، بعدش برمیگردیم سراغ همین چیزایی که داشتیم، چون به نظرم خیلی بهتره اینجوری. و اینکه دوره‌ایه که همتون باش موافقت داشته باشید، برای همین میخوام نظرسنجی براتون بذارم. پس حتما برید تو کانال تلگرام جوین بشید، کامنت بذارید چه دوره‌ای دوست دارید بدونید، یاد بگیرید و سابسکرایب هم بکنید اگر نکردید، که خیلی جون به من میده برای ادامه. من نگاه میکنم، ذوق میکنم آدمای بیشتری هستن که علاقه به یادگیری دارن، دوست دارن چیزای بیشتری یاد بگیرن. امیدوارم که شاد و سرزنده باشید و خرد یار و پناهتون.